بخور دیگه دخترم. چرا با اشتها نمیخوری؟ نکنه خوشت نمیاد؟ نه میل ندارم، نمیخورم. سجیل یکم دمنوش بیار. چشم مامی. چطوره؟ از سجیل راضی هستی؟ خودش که خوبه، ولی خیری پدرمون در آورده. داداش خیری هنوزم هر روز میگه این دختره رو کنترل میکنه، نمیذاره نفس بکشه. بیا دخترم. بفرمایید. دست درد نکنه نوشه جان. عزیزم، خیلی ممنون. بفرما دخترم. میگم برا کجاست؟ چند وقته نمیبینمش. اونم برای خودش داستانی داره. شازده با دوست دختر چند روز رفته مسافرت، نیست خیلی کار کرده، رفته خستگی در کنه. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اینو شنیده بودی؟ اینو بیشتر از همه شنیدم. خوبه. چطوره؟ بهتر شدم؟ آره هر روز بهتر از خودم هم احساس میکنم. چیکار کنیم؟ ادامه بدیم؟ نه برای امروز کافیه. برو دوش بگیر. تو چت شده؟ حالت خوبه؟ آره؟ من؟ نه چیزی نیست. چرا یه چیزی هست، من میفهمم. نه پسرم چرا اینطوری فکر میکنی؟ ببین من دیگه کاملا تو رو میشناسم. یه چیزی هست که ذهنتو درگیر کرده، میدونم. چقدر زیاد میدونی؟ مگه تو خودت نمیگی وقتی تمرین میکنی باید ذهنتو خالی بکنی، ولی ذهن خودت خیلی پره. چون من مربیم ولی تو شاگردی. آها اوکی، پس قبول داری که یه چیزی هست. برو ببینم پسر. بابا اگه به من نگی پس به کی میخوای بگی؟ ها به کی؟ راستش اصلا ولش کن. بگو دیگه. نسرین خانم. آها خب چی شده؟ چیزه حس میکنم یکم معذب میشه. به خاطر تو؟ نه به خاطر من که نه، حرفای بقیه. این مدت که با هم صمیمی شدیم و رفت آمد داریم، مردم بعضی موقع یه حرفایی میزنن که به گوشش میرسه، اونم ناراحت میشه و قشنگ معلومه. آها حرفای خاله زنکی، درسته؟ آره به خاطر همین. چقدر مزخرف. مردم ما این شکلی هم پسرم، تو زندگی بقیه سرک میکشن. پس اون وقت نظر نسرین خانم معذب بشه. به نظر من بهتر این دوستی ساده رو غیر معمولیش کنیم بابا جون. یه اقدام جدی بکنیم. نمیشه که پسرم. چرا نشه؟ ببین من اجازه دادم دیگه، حله. ببینیم اونم اجازه میده یا نه. آخه من که نمیدونم نظر اون چیه، میخواد نمیخواد، اینشو اصلا نمیدونم. راستش یه راهی هست که بدونی. مثلا چی؟ میپرسی به همین سادگی. مگه راحته؟ اصلا هم راحت نیست. تو میتونی قهرمان، تو میتونی. روت حساب میکنی. یه لحظه ببخشید. بله دورین حالت خوبه؟ ها؟ خوبه. چیزیت که نشده؟ خوبی دیگه ها؟ خب چطور اومد تو اینجا چی کار میکنی ها؟ داشتیم حرف میزدیم، یه لحظه برگشتم یهو سعید جلوم سبز شد، برام اسلحه کشید، خیلی ترسیدم. خیلی خوب آروم باش عزیزم، چیزی نیست. تموم شد دیگه، تموم شد. مطمئن باش، من ازت معذرت میخوام. نسرین تو خوبی؟ خوبه، من چیزیم نیست. حتی ندیدمش، وقتی اومدم از بالکن فرار کرد. اصلی هم پیشم بود، اونو نسرین چون نجاتم دادن. تو خوبی اصلی؟
به پلیس زنگ بزنین. کلا یادمون رفت همین الان زنگ بزنین. باید خبر بدین. نه چیزه، ولش کنین. نمیخواد. برای چی نمیخواد؟ داشت دورین رو میکشت. نه نسرین جون، نباید زنگ بزنین. چرا؟ شما این آدم رو میشناسین؟ شاهین؟ اون میدونه خونه امام کجاست. اونجا رو هم بلده. میخواین چیکار کنین؟ کجا میمونین؟ چه میدونم، باید یه هتل دیگه بریم. نه باز از اینجا دور نشین. لااقل به منم نزدیک باشین. درست نیست؟ تو این محله دیگه هتلی چیزی نیست. پس باید یه خونه دیگه پیدا کنیم. میخواین کرایه کنیم؟ بنگاهیه میگفت اینجا یه خونه دوبلکس هست. نه چنگیز، اونجوری نه. فقط برای چند روز میخوایم. باید اساسی و اینا هم داشته باشه دیگه. مسابقات نزدیکه، برای این چیزا وقت نداریم. چرا لازمه قهرمان؟ لازمه دیگه. تو میدونی این اطراف پانسیون چیزی هست یا نه؟ هست؟ خونه من. نمیشه که. چرا نشه؟ مگه نمیگه چند روزه؟ عجله هم داری. خب بیاین خونه من بمونیم. من تو قهوه خونه میخوابم. اونجوری که نمیشه چنگیز. چرا میشه قهرمان؟ تو به من لطف کردی، حالا هم نوبت منه جبران کنم. دمت گرم. شرمنده مزاحم شدیم. زشته بابا. یعنی واقعا زشته؟ نه منظورم اینه که کاری نکردم. آها ممنون. من دیگه برم. خونه خودتونه گفته باشم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. من حسابی قاطی کردم. زنداداش کدومه؟ اینه. من همش با اون یکی زنداداش اشتباه میگرفتم. اب نداره، ولش کن. عجب سوتی دادم پسر. پیش میاد دیگه، ولش کن، بی خیال برو. اونم نگفت که من زنداداش نیستم. ای داد بیداد. بگذاریم فعلا. خداحافظ. راحت باشین ها. راحت. برو خداحافظ. خداحافظ. خب بدک نیست مگه نه؟ خوبه. بفرمایین شیرتون رو میل کنین. پس برای همین چش ازم بر نمی داشتی؟ به خاطر سعید؟ برای همین نگرانم بودی؟ خب میدونستم دنبال توه. از کجا؟ بابات گفت. چی میگی؟ بابام بهت گفت دخترمو بردار ببر مواظبش باش؟ های تو بیمارستان که صدات کرد اینا رو بهت گفت؟ آره میدونم باور کردنش سخته، ولی گفت دیگه. میگفتم دلیل این توجه یهویی چیه؟ اینقدر حساسیت نشون دادنت، منو تا اینجا آوردنت، میخوام همیشه جلوی چشم باشی و اینا. به بچه هم اصلا ربطی نداره. در هر صورت من سراغ تو میومدم عزیزم. اگه حتی اون اتفاق برای بابات هم نمیافتاد داشتم میومدم. هرچی گفتم و قبول کردی، فقط برای اینکه هر لحظه پیشم باشی، فقط واسه اینکه من نرم. آره دقیقاً به خاطر همینه که این همه نازتو کشیدم. آره اگه یه اتفاق دیگه میافتاد چی؟ علی اگه مجبور نمی شدی چی؟ بازم اون حرفا رو باز نمی گفتی؟ خب وقت زیادی برای فکر کردن نداشتم، ولی میگفتم. شاید هم نمی گفتی. به هر حال دیگه گفتم دیگه دورین جون. حالا اینجاییم دیگه، با همیم. امروز خودشو سپر کرد، میخواست ازم محافظت کنه. تو نمیخوای اونو از زندگیت بذاری کنار، درسته؟
آنهایی که در این زمان اینجا میمانند بیا بگیر. این چیه؟ ساندویچ دیگه. علی من نمیتونم اینو بخورم، خودت بخور. حالا یه گاز بزن. علی واقعا نمیتونم بخورم، دکتر لیست تغذیه داده. میدونم مامانت همه چی رو گفته. چی؟ مامانم؟ گوش کن، معلومه که میخوای به من گرسنگی بدی ولی نمیذارم بچه‌مون گرسنه بمونه، پس خواهش میکنم بخورش. در اقیانوس منجمد به دنبال غذا میگردند، اما او تا بهار آینده دیگر چیزی نخواهد. خرس قطبی فقط در قطب شمال زندگی میکنه. خوشمزه است، بد نیست. با چی درست کردین؟ عشق. این حیوان بزرگترین جانور گوشتخوار خشکی و بزرگترین عضو خیلی گشنمه. دوغ میخوای برات بیارم؟ اونجا دیویدی هست، یه فیلم بذار ببینیم مشغول شیم. ولش کن بابا، فیلمو ول کن. حالا راستش من میخوام یکم تو رو تماشا کنم. با ساندویچ تو دستم؟ عجب منظره فوق‌العاده‌ای واقعا. میگم میدونی تا وقتی عصبانی نشدی خیلی خوشگلی. میشه ساکت چی؟ ببین باز اون خوشگلی رفت. بگذاریم، امیدوارم بچه‌مون شبیه من شه. وای نه، خیلی برام سخت میشه، نمیخوام یه بکسورم تو شکمم باشه. خب اون بکسور کجات باشه خوبه؟ اینجا؟ علی دارم غذا میخورم. فهمیدم. یا اینجا؟ علی نکن. اوکی. یا اینجا؟ من هنوز تو رو نبخشیدم علی، میشه بری اونور؟ برو. باشه ولی بکسورم ناراحت میشه ها. من این ساندویچ خشک و خالی بخورم، برو یه نوشیدنی چیزی بیار. چشم بانو. به نظر دختره؟ آره. تو دختر میخوای؟ آره. پس پسر نمیخوای ها؟ میخوام. اون وقت هر دو با هم چجوری میشه؟ میگم یعنی فرقی نمیکنه، هر دو خوبه. تو چی؟ من یه دختر میخوام یه پسر. یعنی چی؟ یعنی اول یه پسر بیاد که هوای خواهرشو داشته باشه. کی به تو گفته میخوام بازم بچه داشتم؟ آخه قرار نیست که تک فرزند باشه، شبیه تو میشه، لوس میشه. تو خواب ببینی عزیزم. میشه گفت دیدم. این حرفا چیه پیش بچه؟ ولش کن، حالا بی خیال. ها؟ به تو رفته. اوکی، همینو میخوام. دقیقاً. خودش آره؟ جواب نمیدم. علی جواب بده. نه نمیخوام. ببین علی، اونم به اندازه تو روز سختی داشته. جواب بده، اشکالی نداره ولی بار آخرت باشه. خب نه اگه جواب بدم تو جواب بده. بله. خدافظ، من میرم. مست کردی؟ آره مستم، بدجور مستم. به سلامتی شما. حس میکنم یکم دیگه میرم کما. دیگه برای همیشه از زندگیتون میرم بیرون. به دورینم بگو خیالش راحت بشه. این آخرین باریه که صدامو میشنوی. حالا کجا میری؟ معلومه دیگه، جهنم. با خودم گفتم دورترین نقطه از تو اونجاست، چون فقط اونجاست که میتونم دوری تو تحمل کنم. اصلی تو چی میگی؟ اصلی چیکار کردی؟ خداحافظ علی، خیلی دوست دارم. اصلی
الو اصلی الو علی چی شده؟ بگو چی شده؟ دورین من باید برم. علی دورین من باید برم، یه بلایی سر خودش آورده. چی کار کرده؟ من الان میرم، تو در رو روی هیچ کس باز نمی‌کنی باشه؟ تا من نیومدم در باز نمی‌کنی یا فهمیدی به چی گفتم؟ میگم چی کار کرده؟ من الان میام. علی وایسا. نگهدار وایسا. علی تویی؟ اصلی باز کن. اصلی اصلی چی شده؟ من اومدم، منو نگاه کن. من اومدم. اصلی بیدار شو. اصلی چشماتو باز کن. اصلی به من نگاه کن. اصلی خواهش میکنم به من نگاه کن. تو رو خدا چشماتو باز کن. اصلی خواهش میکنم. من اومدم. به من نزدیک نشو سعید. منو نگاه کن. اصلی خواهش میکنم چشماتو باز کن. اصلی تو رو خدا چشماتو باز کن. اصلی خواهش میکنم چشماتو باز کن. ای جلو نیا. برو جلو نیا. همونجا وایسا. بهم نزدیک نشو. برو. ولم کن. گفتم ولم کن. برو گم شو. ولم کن. لطفاً تندتر برین آقا، عجله کنین. خواهش میکنم تندتر برین، حالش خوب نیست. ببینم چطوره. نبضش ضعیف‌تر از قبل. تو رو خدا عجله کنی، سریعتر برین. ای بابا. الو بابا. کجایی؟
اصلی خودکشی کرده. الانم تو راه بیمارستانیم. ببینم تو چی کار کردی؟ رفتی پیش دورین؟ چی؟ چی شده؟ یعنی چی؟ دورین حالش چطوره؟ چی شده علی؟ بابا من الان سعید و تحویل پلیس دادم. گزارش رو تکمیل میکنم میام پیشتون. خیلی خب، الان کی پیش دورینه؟ علی، ایگیت بردتش. چی؟ ایگیت از دست سعید نجاتش داد. فکر کنم بردتش بیمارستان. قرص خورده، نمیدونم چند تا بالا آورد، ولی هم نبضش ضعیف میزنه هم فشارش پایینه. دورین کجاست؟ تو بگو کجایی؟ گفتم دورین کجاست؟ داخل دارن معاینش میکنن. یه لحظه آقا، نمیشه. باید برم تو، باید برم ببینمش. الان نمیشه، بعدا. باشه، حالش چطوره؟ خوب میشه. آروم باشین لطفا. چی شد؟ ها؟ چطور شد؟ تعریف کن. به تو چه که چی شد؟ برات مهمه؟ یعنی چی شد؟ یعنی چی؟ علی اگه من نمیرسیدم چی میشد ها؟ الان نه دورین نه بچهش زنده نبودن. داشتن به خاطر تو میمردن. لعنتی. مثلا خانواده‌شمونو به تو سپردن، نه؟ متاسفم. فکر کردن تو مردی، اعتماد کردن. به خیالشون میتونستی مواظبش باشی، میدونستی جونش تو خطره، بازم تنهاش گذاشتی. تو داری چی میگی ها؟ ها؟ برای تفریح که نرفته بود، اصلی میخواست خودکشی کنه، واسه همین رفته بود. اصلی چرا میخواست خودکشی کنه؟ مگه باعثش این نیست؟ خفشا! این دوتا دختر امشب به خاطر تو داشتن میمردن. مردی که بی وجدان کم مونده بود دورین امشب به خاطر تو بمیره. بگید گفتم خفشا! دهنتو ببند! تو دیگه ساکت شو. چرا از همچین موقعیتی سوء استفاده میکنی؟ زشته به خدا. اصلا تو از کجا خونه رو بلد بودی؟ ها؟ از کجا میدونستی؟ اول اینو به من بگو. اتفاقی از اونجا رد میشه. داری دروغ میگی دیگه. ما رو تعقیب میکردی. اون مردی که دست تو یک کاسه است. ترند نگو، تمومش کن. منم مطمئنم تو هم یه جورایی تو این کار دست داری. حالا ببین. میخوای منو مقصر جلوه بدی که گناه خودت سبکتر بشه. گفتم بگو. بگو دیگه. بس دیگه، تو رو خدا اینجا جاش نیست. آروم باش. باید به فکر دورین باشی، باید به فکر اصلی باشیم. آروم باش. بسه. دورین نمیخواد تو رو ببینه. از اینجا گم شو برو. نکن تو علی. گم شو برو. نکن. کثافت. علی جان. تو گم بیا شو. اینور. احمق اینجا بیشور. مردی که نفهم. علائم حیاتیش الان نرماله. خوبه. سلام. بچه حال بچه‌م خوبه؟ همه چی خوبه، نگران نباشین. بچه حال هر دوتون خوبه. خوب شد خودتو رسوندی علی، وگرنه تفلک دختره داشت میمرد. منم خب چه میدونم، همینجوری نشستم تو خونه، نمیدونستم تو چه وضعیتیه. آی خدای من، معده‌شو شستشو میدن به هوش میاد. میخوام دورینو ببینم، چرا نمیذارن برن پیشش؟ علی آقا شما این؟ بله منم. چطور؟ میخواد شما رو ببینه. دورین خوبی عزیزم؟ خوبی گلم؟ حالت خوبه؟
آقای گیت بفرمایید گزارش رو تکمیل کنید. خوشگل من، اگه بلایی سرت میومد من چی کار باید میکردم؟ معذرت میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام. خواهش میکنم منو ببخش که تو رو تنها گذاشتم. حالش خوبه؟ معده‌شو شستشو میدن ولی خوب میشه. میشه بری بیرون علی؟ دورین میخوام تنها باشم. باش.